إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلامی نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. همگی به یاد داریم برنامه گذشته را که درباره یوسف علیه السلام سخن گفته بودیم، اینکه چگونه برادرانش او را از نزدیک پدر و مادرش برده به چاه انداختند. سپس از چاه برآورده شد. یوسف الکریم ابن الکریم ابن الکریم در بازار به پولی ناچیزی فروخته شد. او را به قصر عزیز مصر آوردند. در آن قصر سالیانی دراز ماند. گاهی به مثل پسری آنها بود، گاهی به مثل خادم کار میکرد. سالیانی دراز آنجا بود تا اینکه کلان شد. جوانی به قوت شد. او بسیار زیبا و خوشروی بود. یوسف ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم وقتا جوانی زیبا و خوش صورت و خوشاندام گشت، زنی عزیز مصر با او فتنه کرد. آن زن او را در هر راه دنبالگیری میکرد، از این خانه به آن خانه. به او نگاه میکرد، دلش به او مایل شده بود. او را بسیار دوست داشته بود، حتی که آن روزی وعده شده آمد که آن روز همه درهای بسته شد. همه را از قصر خارج کرد، غیر از هر دوی آنها کسی نبود در قصر. هر جا مردی با زنی خلوت کند، سیومی شیطان خواهد بود. او زیبا بود، او غریب بود، او جوان بود، ازدواج نکرده بود و آن زن عزیز مصر خود را آراسته بود و از او خواست تا از خودش محافظت نکند. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. یوسف علیه السلام گفت. او جوانی با قوت و زیبا بود و با او زنی زیبایی که خود را آرا و تارا داده بود، در حالی که درهای قصر محکم بود، با او گفت پیش آی، بکن هر کاری را که میخواهی ای یوسف. چی در این حالت یوسف علیه السلام را از دست دادن به فحشا باز داشت؟ آن زن گفت پیش آی ای یوسف. یوسف با تمام قوت و جرأت گفت خدایا پناه از این که دست به این کار بزنم. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. این چگونه فتنه بود که به یوسف علیه السلام گذشت؟ کدام فتنه بزرگتر از این فتنه است بر جوانی غریبی که زن او را به سوی فحشا میخواند و او با تمام جرأت و قوت میگوید معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. عزیز مصر جرأت کرد که به یوسف علیه السلام نزدیک شود تا او را به دام خود گیرد، اما او می‌گریخت. نشسته منتظر نایستاد، بلکه فرار کرد و درهای گشاده را میکافت. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. یوسف علیه السلام جویای درهای گشاده بود. واستبق الباب و او از پس کرته‌اش داشت تا او را پاره کند. و یوسف علیه السلام شتابان به سوی دری رفت که گشاده شد. وقتا که در گشاده شد، پس آن در شوهر آن زن روبروی آنها برآمد. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. لیکن این مکر زنهاست. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. آن زن برای نفس خودش او را طلب کرد و با او تهمت زد که این مرد میخواست به من دست درازی کند. چه فتنه ای بود که به یوسف علیه السلام فرود آمد. قصص نور قصص قصص نور قصص حکمه و صبر. چه مصیبت است این که به یوسف علیه السلام آمد. او الان در قصر عزیز مصر است. عزیز مصر در آمد و یوسف را نزد زنش دید
و مصیبت آن است که یوسف به پیراهن است. باز در کجا؟ در خانه خواب زنی عزیز مصر. و او گریه میکرد، فریاد میزد و شوهرش میگفت به زندانش انداز و عذابی سخت گرفتارش کن، زیرا او میخواست به من دست درازی کند. یوسف چی گفت؟ به سوی او و به سوی زنی او نگاه کرد و گفت هي راودتني عن نفسي. زنی عزیزی مصر گریه میکرد، صدایش از صدای یوسف علیه السلام بلندتر بود و به شوهرش میگفت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. عزیزی مصر حیران شد که کی را باور کند، آیا یوسف صدیق را که هیچگاه دروغ نمیگوید و یا زنش را که گریه میکرد در حالی که یوسف علیه السلام به پیراهن ایستاده بود. اینجا یکی از خویشاوندان زنی عزیزی مصر مداخله کرد و گفت من این قضیه را به شما آشکار میکنم، برای من آن پیراهنی پاره شده را بیارید. اگر آن پیراهن از جانب پیش دریده باشد یوسف گناهگار است و اگر پیراهن از جانب پشت دریده باشد اینجا زنی تو گناهگار است. پیراهن را آوردند. عزیزی مصر به آن نظر کرد، دید که پیراهن از پشت دریده شده است. وقتی دید پیراهن از پشت دریده شده به سوی آن خویش زن گشت و گفت قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. اینجا عزیزی مصر دانست که زنش گناهگار است، زنش خطا کرده است. این زنش است که به یوسف علیه السلام دست درازی کردن میخواست، لیکن زنش به او دروغ گفته بود. خداوند او را شرمنده و رسوا کرد. عزیزی مصر همه را فهمیده بود، لیکن برای آبرویش را حفظ کردن تا اینکه این سخن از قصر به بیرون نرود و سخنهای بدی درباره آنها نزنند به یوسف علیه السلام نگاه کرد. یوسفی مظلوم، یوسفی که گناهی از او سر نزده بود، یوسفی که از گناه گریخته بود. عزیزی مصر به سویش نگاه کرد و گفت یوسف اعرض عن هذا. از چی درگذرد؟ او گناهی را مرتکب نشده بود، لیکن با وجود این همه با او گفت یوسف اعرض عن هذا. سپس به سوی زنش نگاه کرد و گفت واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف علیه السلام دانست که این زنها با او مکر میکنند، یا باید زندان را انتخاب کند یا اینکه کاری را با آن زنها بکند که غضب خدا را میآورد. در این لحظه ها یوسف علیه السلام دستش را سوی آسمان برداشت و گفت قال رب السجن احب الی. زندان بهتر است برای من از هر گناهی که از من سر میزند. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه والا تصرف عني كيدهن اصب الیهن. در میان مردم شایعه شد که یوسف علیه السلام میخواست به زن عزیزی مصر دست درازی کند. این ظلم است، تهمت است، بهتان است. وقتی خبر را پهن کردند قرار گذاشتند که یوسف علیه السلام را به زندان اندازند و این چنین هم شد. یوسف علیه السلام با ظلم و ستم و بهتان به زندان افتاد. یوسف علیه السلام در زندانی تاریک و وحشتناک انداخته شد. در آنجا بعضی از مردم نیز بودند. در آنجا یکی را به صبر، دیگری را به سوی خدای ذوالجلال می‌خواند. یوسف علیه السلام الان در زندان است، زیرا او نفسش را پاک نگه داشت، زیرا او از زنا خود را باز داشت، زیرا او اطاعت خدا را کرد. بین مردم خبری را پهن کردند که گویا او میخواست به زن عزیزی مصر دست درازی کند. چگونه ظلم است که در حق یوسف علیه السلام کردند. دو جوانی بود در زندان که دائم مراقب یوسف علیه السلام بودند. آنها میدیدند که یوسف علیه السلام تنها ذکر خدا میکند، تنها نماز میخواند، خدا را عبادت میکند. چگونه انسان است؟ یکی از آنها او را همچون انسانی خوب دانست، نزدش آمد و گفت ای یوسف، ما خواب دیده ایم، آیا تو تعبیر کرده می توانی؟ و دخل معه السجن فتیان قال احدهما
و این خواب نگرید که یکی از آنها دیده بود. سپس خواب دیده دومی را بینید و این دو گوش اندازید. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. چهره تو چون آدمانی نکوکار است. تو انسانی پاکدلی، سیرتی پاک داری. تو را فقط در ذکر خدا میبینیم. این خواب را برای ما تعبیر کن. یوسف علیه السلام پیش از این که این خواب را برای آنها تعبیر کند، آنها را به سوی ذوالجلال دعوت میکرد. و آنها گفت پیش از این که برای شما طعام بیاورند، من این خواب شما را تعبیر میکنم. لیکن من هر قومی که به خدا ایمان نمی آورند، آنها را ترک میکنم و آنها به روز آخرت کافرند. من از فرزندان یعقوب، اسحاق و ابراهیم هستم. پدران من انبیا بودند. من نیز مثل آنها یک نبی هستم. ای یاران زندانی من، با اسلوب او نگرید. در حالی که در زندان است به سوی خدا دعوت میکند. چگونه انسان است این؟ چی صبر است این؟ چی صبر است این که به این پیامبر داده شده؟ در این زندان مظلوم است. در آن سالیانی دراز ماند، لیکن به سوی خدا دعوت می‌کند. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. مردم بت‌ها، سنگ‌ها را عبادت می‌کردند، ستاره ها را می‌پرستیدند. این خوب است یا عبادت خدای ذوالجلال را کردن؟ ام الله الواحد القهار. بعد از آن که آنها را به سوی عبادت خداوند دعوت کرد و یکتاپرستی را آموخت و ایمانی به خدا را یاد داد، بعد گذشت به سوی تفسیر خوابهای آنها. از هر دوی شما یکی اتان به سردار خود شرابریز می شود و به زودی از زندان آزاد می شود. کی از زندان آزاد می شود را معین نکرد تا که دیگری غمگین نشود. گفت یکی از شما به زودی از زندان آزاد می شود و به نزد سردار خود می رود و آنجا شرابریز می شود. اما دیگری از شما کشته می شود، سپس بدار آویخته می شود، سپس پرندگان از سری او می خورند. در کاری که از آن دانستن می خواهید، قضای الهی چنین است. اما احدكما، کسی را معین نکرد تا دیگری زیغ نشود. اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. سپس یوسف علیه السلام نزد کسی آمد که گمان میکرد او نجات مییابد. باوری نداشت، زیرا علم آن نزد خدا است، یعنی از غیبیات است. و یوسف علیه السلام به سوی آن کسی که گمان میکرد اون نجات یابنده است رفت و گفت ای فلانی، هرگاه که از زندان خارج شدی درباره من نزد سردارت بگو، یعنی نزد پادشاه قضیه مرا مطرح بکن، شاید در این قضیه دویم باره نگاه کند و من آزاد شوم. یوسف علیه السلام میل نداشت از زندان آزاد شود، لیکن میخواست دین خدا را تبلیغ کند. وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك. لیکن وقتا که او از زندان آزاد شد، از شادی که از زندان آزاد شده است از حال یوسف فراموش کرد. پس یوسف چند سال دیگر در زندان ماند. گفتند 7 سال، بعضیا گفتند از 7 سال زیاد. یوسف در زندان افتاد که هیچ گناهی نداشت. قصص نور قصص قصص نور قصص. ملك مصر في پادشاه ذلك مصر در آن زمان ناگهان در خوابش رویایی دید. از خواب ترسیده بیدار شد. تمام وزیران و خدمتگاران و تمام مردم را جمع کرد. خوابی دیده‌اش را با آنها گفت این یک خوابی پردهشتی بود، یک خوابی ترسناکی بود. شما این خواب را تصور کنید. پادشاه مردم را در قصرش جمع کرد و گفت
إني أرى سبع بقرات سمان. منظره را تصور کنید. بله در حقیقت بسیار خوابی بدی بود. 7 گاوی فربه و 7 گاوی خراب و لاغر و آن گاوهای خراب گاوان فربه را می‌خورد. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. یعنی آن گاوهای خراب گاوان فربه را می‌خوردند. یک خوابی پردهشت و ترسناکی بود. و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات. و مردم به همدیگر میگفتند تعبیر این خواب چی باشد؟ هیچ کس نمیدانست. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای إن كنتم للرؤيا تعبرون. هیچ کسی از آنها نمیدانست. آنجا شرابریزی پادشاه حضور داشت، همان زندانی که از زندان آزاد شده بود و یوسف علیه السلام او را خبر داد که تو نجات می‌یابی. او برای پادشاه شرابریز بود و هیچ کسی از مردم تعبیر این خواب را نمیدانست. قالوا اضغاث احلام. این رویا نیست، این یک خوابی پریشانی است، خوابی است که هیچ معنایی ندارد. و ما نحن بتأویل الرؤیا بعالمین. وقتا که نمیدانید تعبیر این خواب را، برای چی این خواب را یک خوابی بی معنی و بی اساس میدانید؟ وقتا که معنی این خواب را نمیدانید خوبترش ساکت باشید. اینجا بود که شرابریزی پادشاه گفت، اینجا بود که آن کسی که به پادشاه شراب میداد گفت من مردی را میدانم که خواب شما را برایتان تعبیر میکند. پادشاه گفت کیست آن مرد؟ گفت آن مرد یک زندانی است، نامش یوسف است، او یک مرد صادق و امینی است. خواب ما را تعبیر کرد چون صبح آشکار بود. پادشاه با او گفت نزد او برو و درباره آن خواب از او بپرس. این ساقی پس از سالیانی دراز یوسف علیه السلام را به یادش آورد. داخل زندان شد و به یوسف علیه السلام ندا کرد و گفت یوسف ایها الصدیق اکنون نام من صدیق شد. بعد از سالیان زیاده که حبسم کردید اکنون نام مرا صدیق میگذارید. یوسف ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات. درباره این خواب به ما بگو ای یوسف. 7 گاوی فربه و 7 گاوی خراب و لاغر و آن گاوهای خراب گاوان فربه را میخورند و آن خوشه های گندم. چیست تعبیر این خواب؟ در حال جواب داد. یوسف علیه السلام هیچ تردیدی نکرده گفت قال تزرعون 7 سنین دأبا. و شما 7 سالی فراوانی می آید در آن کشت ها می کنید. همه زراعتی که حاصل آن را می گیرید ذخیره کنید با خوشه هایش. آنها را از خوشه ها جدا نکنید مگر آن قدری که لازم دارید. سپس برای شما 7 سالی سخت و دشوار و قحطی می آید که چیزی کشت کرده نمی توانید و آن چیز ذخیره کرده اید برای خوردن استفاده می کنید که از آن هم چیزی باقی نمی ماند. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. بسیار سخنی خطرناک است. این یک سخنی است که از آینده یک شهر خبر می دهد و از حال اقتصادی این شهر در آینده نزدیک سخن می رود. سخنی جدی است. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. آن پادشاه وقتا که تعبیر را شنید دانست که این مرد یک سیر را می داند.
او درباره اقتصاد این شهر سخن میگوید، از آینده این شهر سخن میگوید. سخن جدی است. پادشاه گفت روید و آن زندانی را آزاد کنید و نزد من بیارید. میخواهم زودتر او را در این قصر بینم. وقتا که فرستاده نزد یوسف علیه السلام آمد، یوسف علیه السلام راضی نشد به اینکه از زندان آزاد شود. وقتی که به ظلم داخل زندانم کردید، نمیخواهم بیرون شوم مگر اینکه بیگناهیم ثابت شود. چنانه که مرا تهمت کردند و آبرویم را بردند و داخل زندانم کردند، از اینجا بیرون نمیبرایم مگر اینکه بیگناهیم را اعلان کنم. به نزد پادشاه برو و بگو که من از این زندان خارج نمیشوم مگر به یک شرط. آن زنهایی که دستهای خود را بریدند جمع کرده شود و از آنها بپرسند چرا دستهایتان را بریدید؟ چرا درباره من سخنها بافتید؟ چرا آبرویم را بردید در حالی که من پاک بودم؟ پادشاه حاکم مصر در آن زمان همه آن زنها را که یوسف علیه السلام را تهمت کرده بودند جمع کرد. همه آن زنها را آوردند. همراه آنها کی بود؟ زنی عزیزی مصر. پادشاه از آنها پرسید چی طور توانستید وقتا از یوسف علیه السلام خواستید تا او را از حفظ نفسش بلغزانید؟ چرا؟ آن سخنی که پهن شده بود این که این یوسف بود که به شما دست درازی کرد. آیا این سخن راست است؟ یوسف علیه السلام را تهمت زدید این که او به شما دست درازی کرد. زنها گفتند، همگی آشکار کردند. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. اکنون زنی عزیزی مصر سخن گفت. پادشاه از او پرسید ای فلانی، این تهمت را از سوی تو زدم. تهمت کردی یوسف را به اینکه گویا نیتی بدی داشت نسبت به تو. آیا این سخن راست است؟ آیا نسبت تو گمانی بدی داشت؟ اکنون زنی عزیزی مصر حقیقت را گفت. بعد از سالیانی دراز از تهمت زدن یوسف اکنون آشکار کرد. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. او صادق بود، هیچگاه دروغ نگفته بود، هیچگاه کوششی دست درازی به سوی من را نداشت، بلکه گناه از جانب من بود. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تا این خبر به عزیزی مصر برسد من وقتا از او دور بودم به او دروغ نگفتم و هیچگاه به او خیانت نکردم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. و اکنون پادشاه یوسف علیه السلام را به قصرش آورد. بعد از آن که سرگذشت و قصه او را شنید به او گفت تو از این پس نزد ما صاحب قدر و امانت دار هستی. پاکی یوسف علیه السلام آشکار شد و این خبر بین مردم پهن شد که او را به ظلم داخل زندان کردند. پیروزی از جانب خدای ذوالجلال آمد. یوسف علیه السلام اکنون پاک است و این خبر میان مردم پهن شده. مشکلی ها پسی سر شد و با او گفته شد تو از این روز نزد ما صاحب قدر و امانت داری هستی. اختیار کن هر مقامی را که میخواهی. گفت مرا بر خزینه های این سرزمین انتخاب کن زیرا من نگهبانی دانایم. مرا وزیر مالیات انتخاب کن، شهر و مالهای شما را محافظت میکنم زیرا من نگهبانی دانا هستم و مردم را به سوی خدا، به سوی حکم و شریعت خدای ذوالجلال دعوت میکنم. اکنون چی رخ میدهد؟ یوسف علیه السلام بعد از این که زندانی بود در این شهر وزیر شده است. بین او و برادرانش چی رخ میدهد؟ و آیا روزی از روزها با آنها وا میخورد؟ آیا بین یوسف و برادرانش یگان واقعه رخ میدهد؟ این همه را در برنامه آینده خواهیم شنید ان شاء الله. حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص